موسى جبرائيل يعني ملك الموت. نعم صحيح بخاري بلد. نعم 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 ملك الموت وقتی که میبیاید خونه کلیم الله رسول الله موسی علیه السلام به موسی چی میکند؟ یعنی لکماغو میزندش، میزند. وقتی که چشم نگشته میزند فقط چی چشم باید میرد به چشم میموند. نه حکم یعنی این چیز مثلا چی میکند؟ یعنی بعضی اهل بدعت این چیز مثلا عقلشون که نرفت مباشرتا نتیجه چیکارن؟ این کار کردن، خوری تانه کردن. تو چه لازم میبرد؟ خلاص یا برادر اگر نفهمی عقل خودت چی کن؟ عقل خودت تانه کن. گو که یعنی عقل نفهمیدی، جاهلی نفهمیدی معنی یعنی. هم به اصول سنن امام احمد چی میگوید؟ حدیثی که میگوید یعنی عقلت نرفت میگوید مثل حدیثایی که مثلا اومده مثل قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ونعم يعني مثل خلال حدیثایی میگوید اگر محفوظ باشد صحیح باشد در رسول صلی الله علیه و سلم سونی عقلت این چیز نفهمد رد نکن این چیزه. کی به تسلیم کن این چیزه؟ الله و رسول به تسلیم کن این چیزه. حق گوله که من نفهمیدم. فهمدید؟ همین حدیثایی که معناش نمیفهمید نگوید که من نفهمیدم معناش این حدیث نمیده. تو کی که نفهمیده که چیزا نمیده یعنی مشکل تو خودت تعنی کن که یعنی مشکل یعنی چیه؟ نفهمیدی. هم الحمدلله این حدیث واضح هیچ خیلی اشکال نیست. چلی که ابن حبان رحمه الله میگوید رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که چه نحنو میگوید معش انا میگوید اول الناس بعیسی ابن مریم اول الناس لانه ليس بین عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم نبی، بین عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم نبی نیست. و میگوید والانبیاء میگوید و نحنو میگوید معشر الانبیاء ابناء لعلات ابوهم واحد و دینهم شتا. دینهم یعنی امهاتهم یعنی ما میگوید انبیاء ها مثل چیه؟ مثل علات یعنی فرزندهایی که پدرشون یک و مادرشون دیگر یک مرد دو سه زن دارد. از هر زن چه فرزند دارد؟ همین فرزندها بیگانه یا برادران؟ برادران. انا خیلی انبیاء ها دین ما یک یعنی عقیده ما یک. برای همین دین رسول صلی الله علیه و سلم سنت بیان کنیم. هم باب جنایتان میگیم که اگر مثلا اگر آدم که چشمه که زده چشم اباین برده وای به چی میشد؟ یعنی دیه داده میشد. یعنی چی میشد؟ وای به دیه میتی. لیکن اگر خودش عیب دار باشد مثلا نه خود دندانش شکنی اگر زده دندان یک آدم شکنی وای به چی میتی؟ دیه میتی. لیکن خودش عیب دار شد اومد دستت گری تو دستت دهانش گرفتی وقتی گرفتی یک بار چی شد؟ دندان چسبیده بود دندانم کندشته برفته. هم به وقتی رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که میشد وقتی که میگرد یعنی دندانش میشکنه و دندان شکسته نزد رسول صلی الله علیه و سلم شکایت میبرد یا رسول الله میگه دندانم شکست میگوید و رسول صلی الله علیه و سلم میفهمه چیکار کاری یعنی میگه که خیلی گرفتم دستچه گرفتم میگه تا چیکار کناد میگه تو مثل یعنی شتور با این دستی نمیگزی این یعنی صبر کردش نه خیلی خودش دفاع کرد عیب چی شد؟ یعنی اینا چی کرده رسول صلی الله علیه و سلم الغا اینا هیچ کس عیب دار نه و اینچنین اگر مثلا چی شد یعنی چشم خودش عیب داشتن به رسول صلی الله علیه و سلم میگه اگر تو دیوار خونه داره مثلا انسان چی دارد یعنی خونه داره در مثلا یعنی چی دارد مثلا ممکن اون جایی شد دارد یعنی سوراخ یک چی دارد مثلا اومد مثلا چه یک آدم بیگونه اومده چی نگشته سر دون خونه مثلا نه دون خونه ده محرم های مثلا عورت های مثلا زن ها های اومده چی نگشته ساده است یعنی و یا آدم دیدو رفت چی اومد بچه یک چیزی گرفت تو زد زد چیکار کرد یعنی چشم در اومد و سوراخی محکم کرد همراه سوراخی چه چشمی هم محکم کرد اما چی میگوید یعنی نزد قاضی به وقتی که میرد یعنی چی دیگه نمیشد هیچ خیل چی ندارد بالعکس اینه چی میگه قاضی با بالای عیبه چی تعذیر میکرد که تو چی خیل خونه مردم برفته این خیل مثلا چی عورات مثلا یعنی چی یعنی محارم مردم یعنی مردم بر چی نظر میکنی کاری کار باشه خوب کرده است هم به رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت یعنی اسقط دیت یعنی چی وای به هیچ خیل حرمه نی وای آدم احترام نیست وای آدم
فهمده دینمون یعنی ابن حبان میگوید که یعنی امین شرع وقت موسوندن بدگی یعنی معناش که همون ملک الموت صورت آدم هم میبیاد که یعنی به اذن میبیاد خونه موسی علیه السلام موسی علیه السلام خونشنده یعنی محرم زن دختر دیگه چیزا مثلا چه خیلی تو به اذن اومدی میزنه یعنی عموما مثلا به اذن در اومده میبیاد یا که مثلا چی میشه یعنی عموما خیلی یک چیزا یعنی نعم یعنی صورت انسان هم میبیاد نعم یعنی آدم عادی فکر کرده چیکار کرد یعنی میبیند که چیه یعنی چی کرد به اذن چون برای هم دویم بار وقتی که آمد و بیان کنانید الله تعالی گفت که چون چی اگر مثلا عمرت مثلا مثل چی برین یعنی موی همین ثور بردگاه با این باشد که یک نفر باید که تو چی موری همین موسی چی تسلیم شدین حالت چون من فهمید که چی بود یعنی این از نزد الله تعالی اومدگی ملک الموت یعنی فهمیدید حالا یعقوب برند حیات انسان اومد موسی چیکار کرد یعنی خود دفاع کرد یعنی عرضش ناموس چه دفاع کرد علیه السلام الله شکر الله سبحانه و تعالی باشه یعنی ویو میتون که صورتی چی بذارن فرشته ها چی دارن یعنی ها حیاتی هر کس در آمده میتوانند یعنی حیاتی مثلا انسان در آمده میتواند یعنی مثلا دیگه هم سخت شد